تا منو کچل نکنید ول نمی‌کنید. آقایونی که موهاتون داره میریزه یا کمپشت شده، اگه بهتون گفتن دیگه کاریش نمیشه کرد و باید برین 50 میلیون 100 میلیون هزینه کنی، گول نخورین، چون ریشه موهاتون هنوز زنده است و با همین نسخه خونگی میتونین کاری بکنین که موهاتون سالها محکم و پرپشت و درخشان بمونه. لازم نیست برین دکتر یا کلی پول ماسک و سرم بدین، چون با این ترکیب ساده هم ریزش موهاتون قطع میشه، هم رشدش چندین برابر میشه. فقط کافیه 3 شب پشت سر هم دیگه این کاری که بهتون میگم رو بکنید. اون قلب سفید و قرمز کن و یادت نره تا این ترکیب معجزه‌گر رو بهت بگم. یه تیکه زنجبیل تازه رو رنده میکنیم با یه قاشق روغن زیتون خالص و چند قطره روغن سیاه‌دونه ترکیب کنیم. این ترکیب رو بزن به کف سرت، حدوداً 1 رو با نوک انگشتات ماساژ بده. بعد یک کلاه پلاستیکی یا نایلونی بکش رو سرتون رو بذارین تا صبح بمونه. صبح با آب ولرم بشورین. از نتیجه شوکه میشیم. بهتون قول میدم از همون هفته اول ریزش موهاتون نصف میشه، موهای ریز کوچولو شروع به رویش میکنه و واقعا مثل آبیه که روی آتیش میمونه برای موهایی که خسته است و کلی داره میریزه. این ویدیو رو حتما بفرست واسه عزیزانت.